درست 2 سال پیش نیمه دوم روز 22 ماه سال 2022 محمد باقرов معروف به باقر یکی از لیدرهای غیر رسمی و از همه پرنفوذ در ولایت مختار کوهستان بدخشان به طور مرموز در محله بوین شهر خوروغ کشته شد. طرفدارانش مطمئنند که او را نیروهای ویژه حکومت هدفمندانه از بین بردند، ولی مقامات تا کنون دست داشتن خود در قتل این لیدر سرکش را اعتراف نکردند و به این فرضیه اصرار می‌ورزند که گویا باقر در جریان یک اختلاف داخلی در بین خود سرکردگان گروه‌های متشکل جنایی بدخشان کشته شد. تا کشته شدن باقر چندین پیشنهاد به مقامات سپردن خودش و طرفدارانش را رد کرد و گفته بود که در مسئله حمایت از مختاریت بدخشان یگان قدم عقب نخواهد نشست. کشته شدن باقر در تاریخ 22 ماه سال 2022 نشان داد که موره اساسی مقاومت در بدخشان او بوده است، چون که مرگش باقی لیدرها و اعتراضگران بدخشان را آنچنان ناامید و روشکسته کرد که مقامات توانستند جریان پرره تحت نظارت در آوردن شهر خوروغ را تیزانیده در بین همگی چند روز دیگر باقی لیدرهای غیر رسمی بدخشان را به آسانی یا دستگیر کنند یا بدون مقاومت جدی از بین برند و با همین به موج اعتراضات در این ولایت مختار نقطه گذارند. مرکز مطبوعات ریاست کارهای داخلی ولایت مختار کوهستان بدخشان شام 22 ماه سال 2022 در یک اطلاعیه ویژه کشته شدن باقر را رسما تصدیق کرد. در این اطلاعیه باقر سرکرده گروه متشکل جنایتی محله برخوروغ نام برده شده گفته میشد که او در جریان مناقشه بین همدیگری داخلی کشته شد. مقامات با همین تا امروز درباره چگونه و از جانبی که کشته شدن باقر یگان تفصیلات دیگر ندادند، ولی منابع پایگاه خبری بامداد از خوروغ خبر داده بودند که باقر ساکن آن وقت 59 ساله کوچه به نام ایجابوف محله برخوروغ که مقامات او را تشکیل کننده و رهبر اساسی اعتراضهای اخیر در بدخشان مینامیدند، نیمه دوم روز 22 ماه اسیر اسنایپرها که چندین روز باز در محله بوین خیمه گذاشتند کشته شد. به گفته منابع اسنایپرها از کمینگاه خود باقر و 2 تن از یارانش را زمان هدف قرار دادند که آنها در داخل محله برخوروغ حرکت میکردند. بعدا ژورنالیستان بدخشانی انورا سرکارova و رستم جانی که اساساً حوادث بدخشان را پیگیری میکنند در صفحه‌هایشان در فیسبوک با استناد به شاهدان عین برخی تفصیلات چگونه کشته شدن باقر را نشر کردند. بنا به اطلاع آنها باقر که روزهای اخیر تحت فشار شدید قرار داشت و به دلیل تحت هدف دائمی اسنایپر را قرار داشتنش قریب از خانه بیرون نمی‌برآمد، نیمه دوم روز یکشنبه 22 ماه سال 2022 عزم کرده است که کمی در کوچه ها سیر و گشت کند. او پیاده از خانه‌اش که در محله برخوروغ واقع است بیرون می‌آید و شروع به سیر خود می‌کند. سینا از همراهان دائمیش مخفیانه از پیش می‌رود. چون محمد باقر به مکان بوین می‌رسد، یک پیکاپ که نیروهای زودعمل حکومت به آن می‌گردند یک بار پیدا می‌شود. از داخل آن 4 سرباز سیاه‌پوش بیرون شده از 4 اتومات بدون تأخیر و آگاهی باقر را تیرباران می‌کنند. خورشید ساکنان این محل این وضع را می‌بیند و می‌خواهد با تنه خود محمد باقر را پوشاند. سربازان او را می‌پرانند. این وقت سینا هم به امداد می‌رسد، اما مقابل سربازان مسلح با دست خالی چی می‌کرد؟ قاتلان به ماشین سوار شده از جای حادثه غیب می‌زنند. جسد محمد باقر را مردم بعد رفتن قاتلان گرفته به خانه‌اش می‌برند. باقر فرمانده سابق اتحاد نیروهای مخالف بود و بعد امضای سازشنامه سال 1997 فرمانده قسم مرزبانی در مرز با خطای تعیین شده رتبه پلکوف گرفت، ولی او بعد چند سال فرماندهی از خدمت حربی کنار رفته سالهای آخر یکی از پرنفوذترین لیدرهای غیر رسمی بدخشان به حساب می‌رفت. مقامات باقر را رهبر و سرپرست اساسی اعتراضهای اخیر در خوروغ می‌دانستند و چندین ماه تلاش داشتند که او را دستگیر کنند. باقر را روز 23 ماه سال 2022 به خاک سپردند. خلیفه اسماعیلی مظفر دولتمیروف را که مراسم دفن باقر و دیگر لیدرهای کشته شده را دایر کرده بود بعداً بازداشت و به 5 سال زندان محکوم کردند. ماه سال 2023 در سالگرد اول مرگش مقامات لوحه یادگاری را که در آن نام مناسب و صحنه تولد و صحنه مرگ او نوشته شده بود اثر گورش کنده بودند. در عموم سال 2022 در جریان سرکوب اعتراضهای بدخشان بیش از 30 نفر کشته
و بیش از 200 تن دیگر بازداشت و به سالهای طولانی زندان محکوم شدند.